ما نیاز روزانمون اینه که به هر 3 گزینه ذهن، جسم، روح غذا بدیم. شما 24 ساعت غذا نخور، چه اتفاقی برات میفته؟ حالا فکر کن روح ما سالیان غذا نمیخوره. فکرشو کن ذهن ما سالیانه که غذا نمیخوره. چه اتفاقی میفته؟ میخوام بگم که ما باید این غذای روح و ذهن و جسم رو داخل روتین روزانمون بذاریم. این موضوع که چرا به آرزو و خواسته هام نمیرسم، نقش اساسیش غذای روح و انرژی روح داره. ما خب رو حالت عادی مجبوریم برای زنده بودن به جسممون غذا بدیم. ولی آیا مجبوریم به روحمون غذا بدیم؟ نه. مجبور نیستیم. اما زمانی که خواسته و آرزویی داریم مجبوریم که روحمون غذا بخوره. انرژی کسب کنه و اون انرژی رو در راه رسیدن به خواسته هامون استفاده کنیم. غذایی که به روح میدیم به انرژی تبدیل میشه. اون انرژی رو اسمشو بذاریم قدرت روانی. قدرت روانی نقش بسزایی توی رسیدن به خواسته های ما داره. این قدرت روانی میخوام بگم که زمانی که متولد میشه، یک نوزاد متولد میشه، اون قدرت روانی رو داره و ما بر اساس یک سری از موضوعات زمانی که به سن 18 سالگی میرسیم این قدرت روانی ما یا خیلی کم شده یا ثابت مونده یا نه متوسطه. طیف این قدرت روانی تغییر میکنه. هر لحظه، هر ثانیه متوجه شی که قدرت روانیت کم شده، میتونی افزایشش بدی. کاملا متغیره و شدنیه. میخوام بگم که اگر قدرت روانی خیلی کمی هم دارید اصلا ناراحت نشید. اصلا نگران نباشید. چرا؟ چون قابل تغییره. بخوایم راجع به ساختار شخصیت هم صحبت کنیم که نهاد من فرامنه، که نهاد زمانی که یه کودک به دنیا میاد گریه میکنه برای غذا خوردن، میخوابه، بیدار میشه. یک نوزاد چه کارهایی انجام میده؟ برای لذتش رو انجام میده، برای اینکه نیازش برآورده شه. برای برآورده شدن نیازش اون کارا رو انجام میده. گریه میکنه، غذا میخوره. این میشه نهاد. بخوایم راجع به من صحبت کنیم یا ایگو، زمانی که کودک به یه سنی میرسه که توانایی درک و استدلال و منطق به دست میاره و میتونه تصمیم گیری کنه، بهش میگن ایگو، که از دوران نوزادی بیرون اومده اون کودک. زمانی که این اتفاق میفته فشار زیادی تحمل میکنه که بتونه تعادل ایجاد کنه بین این که فقط برای لذت بردن از انجام کارها انتخاب کنه کاریو یا خیر، باید تصمیم گیری کنه که ببینه خوبه بده. و فرامن که همون سوپر ایگو هم میشه بهش گفت، بایدها و نبایدهاییه که ما برای خودمون توی ذهنمون ایجاد میکنیم بر اساس ارزش‌ها، اعتقادات. بایدها و نبایدهایی وجود داره. داخل سوپر ایگو ما زمانی که اضطراب میگیریم به خاطر اینه که فرامن بر من غالب شده. یعنی ایگو نتونسته یک تعادلی بین نهاد و فرامن ایجاد کنه. انسان‌هایی که وسواسی‌ان یا انسان‌هایی که اضطراب شدید دارن سوپر ایگو خیلی قوی دارن، بایدها و نبایدهای زیادی دارن. ایگوشون ضعیفه
و نمیتونن تصمیم گیری درست کنن بین بایدها و نبایدهاشون. این ساختار شخصیت بود که از نظر من لازمه همه آدم‌ها یه اطلاعات کوچیکی بدونن در مورد ساختار شخصیت. و موضوع بعدی که میخوام صحبت کنم قدرت روانی. زمانی که قدرت روانی انسان بالا میره، آدم میتونه بر خیلی از اتفاقات اونجوری که میخواد رخ بده. در اصل میگن سوار بر سرنوشتش میشه. میخوام بگم که همه رهبرای بزرگ جهان، همه آدمایی که تونستن موفقیت‌های بزرگی کسب کنن، حتما قدرت روانی بالایی داشتن. کسایی که به خواسته های بزرگشون میرسن حتما قدرت روانی بالایی داشتن. زمانی که ما یه سری از موضوعات، یه سری از بحث ها عرف جامعه است، خیلی از موضوعات که عرف جامعه است، زمانی که شما اون ملاک و اون عرف رو نداشته باشید، باز برای همه جذابید، باز همه بهتون علاقه‌مندن. زمانی که قدرت روانی بالایی دارید، حتما نباید شبیه عرف جامعه باشید. همون جوری که هستید خودش یک نوع عادی سازی میشه برای مردم که آره اگه عرف جامعه مثلا لاغر بودنه، فلان فرد که عرف جامعه نیست ولی لاغرم نیست خیلی خوبه، قبولش داریم، اونطوری هم خیلی خوبه. میخوام بگم که اگه چاقم هستید، زمانی که قدرت روانی بالایی کسب میکنید، باز برای عموم جامعه قابل پذیرشه، میپذیرنتون، قبولتون دارن. حتما نباید ورزش کنید یا هیکل خیلی ورزیده‌ای داشته باشید. میخوام بگم که سمت ورزش کردن نمیگم بده. خیلی هم که سمت ورزش میرن از علاقه میرن. ورزش کردن خیلی خوبه، ولی یه هیکل عادی که داشته باشید کل جامعه بهتون علاقه‌مند میشن. حتما نباید طبق عرف جامعه باشید که بهتون علاقه‌مند شن. زمانی که قدرت روانی بالا داشته باشید، یکی از موضوعات مهمی که براتون اتفاق میفته، تو همون انسان یا همون ظاهری، ولی چون قدرت روانی تغییر کرده همه بهتون علاقه‌مند میشن. همه دوست دارن گفته هاتون رو گوش بدن، هر چیزی که راجبش صحبت میکنین با دقت گوش بدن. بودن افرادی که خیلی چاق بودن، قبل اینکه قدرت روانیشون رو بالا ببرن از همه جا طرد شدن. یک انسان طرد شده بودن. همه میگفتن بهش چرا چاقی، چرا انقدر مریض نمیشی، چرا اینطوری، چراهای مردم گریبانش شده بود. زمانی که قدرت روانیش رو افزایش داد، با این که مثل عرف جامعه نبود، جسمش تغییر نکرده بود، عرف جامعه هم نبود، فقط قدرت روانیش تغییر کرده بود، اون بازخوردی که از مردم گرفته بود زمین تا آسمون فرق داشت. برای مردم خیلی جذاب‌تر شده بود. به جای اینکه میگفتن چرا چاق هستی، میگفتن چقدر با نمک هستی. یه مثال خیلی کوچیکیه راجع به این موضوع عرف جامعه. میخوام بگم که حتما نباید شبیه عرف جامعه باشید تا بتونید جذابیتی کسب کنید. همه اینا برمیگرده به قدرت روانی. زمانی که قدرت روانی داشته باشید، عادی ترین چیز، یعنی یکی از دستاوردهای پیش پا افتادتون اینه که همون ظاهری که دارید، همون شخصیتی که دارید، همون مدل حرف زدنتون، همون خصوصیات خاصتون برای همه جذاب میشه.
دیگه کسی چرا نمیاره، دیگه کسی بهتون چون شبیه عرف جامعه نیستید جور دیگه نگاه نمیکنه. میخوام بگم این خیلی موضوع پیش پا افتادیه یه زمانی که بتونی قدرت روانی بالایی کسب کنی. یکی از دستاوردهای کوچیکه.